الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محصلین ارجمند در هر جایی که هستین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که جور و صحت و سر و حال باشین و شما را در درس های عقاید اسلامی بخش نبوات که در هفته هفتم درس ها هستیم خوش آمدید میگوییم. انشاءالله تعالی در درس امروزی ما در رابطه با نبوات خاصه صحبت میکنیم. قسمی که در ابتدای درس های بخش نبوات براتان بیان کرده بودم که نبوات در عقاید اسلامی به دو بخش عمده تقسیم بندی میشه که یکی نبوات عامه میگفتن و یکی هم نبوات خاصه میگفتن. در رابطه با برخی مسائل ضروری در مورد نبوات عامه که متعلق به تمام انبیاء علیهم السلام میشه صحبت از خلال درس های گذشته کردیم، در رابطه با تعریف انبیاء و رسول و در رابطه با صفاتشان، در رابطه با معجزه‌ها و عصمت ایشان. اما نبوت خاصه در حقیقت و بخش از موضوعات نبوت هست که متعلق به هر نبی و رسول در وقت و زمانش میشه. یعنی هر نبی و پیغمبر که ما در وقت و زمانش مورد بحث قرار میدیم، این در حقیقت نبوات خاصه هست. چون در عهد و زمانی که ما و شما هستیم در عصر حاضر، عهد و نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می باشه. پس نبوت خاصه که در عصر و زمان ما مورد بحث قرار می گیره نبوت پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و سلم هست، و جهت از اینکه با بعثتشان نبوت و رسالتشان تا به قیامت امتداد پیدا میکنه. پس به می خاطر در رابطه با درس‌های عقاید اسلامی در مورد نبوات، درس امروزی ما شما در رابطه با نبوت پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و سلم هست که ما الحمدلله با ایشان ایمان داریم و از جمله امتی هایش هستیم و الله رب العزت از امتی بودنشان در روز قیامت هم ما شما را محروم نگرداند. در درس امروزی در رابطه با نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم روی 4 موضوع اساسی انشاءالله صحبت میگیره که در حقیقت یک شناخت و معرفت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، از وقت پیدایش تا به وقت وفاتشان، و بعد از او اثبات نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که دلایل نبوت و رسالتشان که چگونه ما ثابت کرده میتونیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبی و رسول هستند، و بعد از او در رابطه با برخی از ویژگی های نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نظر به دیگر انبیاء علیهم السلام، و در اخیر هم در مورد ختم نبوت و دلایلش صحبت میکنیم، و جهت از اینکه با بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دروازه نبوت و رسالت بند شده. پس هر زمانی که ما در نبوت خاصه، نبوت و رسالت پیغمبر آخر الزمان مورد بحث قرار میدیم، یکی از موضوعات اساسی از او هم در حقیقت ختم نبوت می باشه که هر انسان مؤمن و مسلمان باید که به او ایمان کامل داشته باشه. پس در رابطه با اولین موضوع ما شما که شناخت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، شک نیست محصلین ارجمند که هر یک ما شما در رابطه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم شناخت های کم و بیش داریم، از خلال مطالعه سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از خلال اشتراک در کنفرانس های سیرت و یا اشتراک در رابطه با درس ها و دوره های سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. هر یک ما شما در رابطه با پیغمبر معلومات کم و بیش داریم. پس به می خاطر ما مختصرا یک شناخت و معرفت را با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده و بعد از او در رابطه با موضوعات رسالت و نبوتشان انشاءالله صحبت میکنیم. نسب پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت مختصر باید براتون بگویم محصلین ارجمند که نسب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قدم اول به اسماعیل علیه السلام و به ابراهیم علیه السلام و بالاخره از ابراهیم علیه السلام به آدم علیه السلام میرسد. و همه ما شما میدانیم که بعد از بعثت ابراهیم علیه السلام تمام انبیاء علیهم السلام که فرستادشتن از نسل ابراهیم علیه السلام بودند، و ابراهیم علیه السلام 2 پسر داشتند که یکی اسحاق علیه السلام بود که در فلسطین زندگی میکردند و دیگر اسماعیل علیه السلام بود که در جزیره العرب انتقال کرده بودند. پس انبیایی که از نسل اسحاق علیه السلام آمده که پسرشان یعقوب علیه السلام و یوسف علیه السلام
السلام و بعد از او موسی علیه السلام و بالاخره تا عیسی علیه السلام تمام انبیایی که از نسل ابراهیم علیه السلام آمده اینا را به نام بنی اسرائیل یاد میکنن و اینا از نسل اسحاق علیه السلام هستند که همشان از نسل ابراهیم علیه السلام می باشند. منتها فرق اینجاست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نسبشان به ابراهیم علیه السلام میرسه، منتها از طریق پسرشان اسماعیل علیه السلام. پس به می خاطر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از جمله انبیای بنی اسماعیل هستند و بنی اسرائیل نمی باشند. در رابطه با نام و نسب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شک نیست که همه ما شما میدانیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبشان از قبیله قریش بودن، نسب هاشمی داشتن و جمله بهترین انساب در عرب بودن. نامشان محمد صلی الله علیه و سلم هست و نامهای دیگری هم دارن و به نام احمد هم در قرآن مجید ذکر شدن و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پدرشان عبدالله نام داشت که قبل از ولادتشان وفات کرده بود و مادرشان آمنه نام داشت و پدرکلانشان عبدالمطلب نام داشت. ولادت و طفولیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شک نیست که همه ما شما میدانیم که زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رحم مادر خود بودن، پدرشان نظر به مریضی که عاید حالشان گردید عبدالله وفات کرد و زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تولد شدن گویا یتیم به دنیا آمدن، یعنی به این که گویا پدر نداشتن و پدرشان وفات کرده بود. پس به این خاطر در جزیره العرب عادت ای بود که همیشه زمانی که اطفال نو تولد میشتن به خاطر از اینکه نشأت خوب بکنن اونا را به قریجات و به دهات میفرستادن با مردم ها و اونا تا به وقت و زمان در اونجا اونا را شیر میدادن که تا نشأت اولاد خوبتر رشد بکنه. و می خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مانند اطفال دیگر مکه مکرمه و یکی از داعیه ها داده شد و بالاخره این داعیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدت 4 سال در پیش خود نگاه کردند که داعیشان هم به نام حلیمه سعده نامیده میشه، از قبیله بنی سعد بودن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدت 4 سال حیات و زندگی خود پیش حلیمه در رضاعت و در شیردهی و طفولیت تیر کردن و بعد از سن 4 سالگی حلیمه دوباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مادرشان آمنه تسلیم کردن، ولیکن حیات و زندگی با آمنه وفا نکرد و بعد از مدت 2 سال که پیغمبر صلی الله علیه و سلم 6 ساله شدن مادر هم از دست دادن و بالاخره سرپرستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به پدرکلانشان که عبدالمطلب بود صورت میگیره و عبدالمطلب هم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدت 2 سال در آغوش خود نگاه میکنه. در سن 8 سالگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدرکلانشان عبدالمطلب هم وفات میکنه، یعنی به این معنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سن 8 سالگی که هنوز یک طفل خردسال بودن هم آغوش پدر قبل از ولادت از دست داده بودن و هم آغوش مادر و هم آغوش پدرکلان که 3 آغوشی که واقعا یک طفل به رحم و شفقت و مهربانی نگاه میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دست داده و از سن 8 سالگی یتیم شدن و به می خاطر سرپرستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از سن 8 سالگی با کاکایشان ابو طالب تعلق میگیره و شک نیست که ابو طالب هم کاکایشان که فرزندهای زیاد داشتن و وضعیت زندگیشان هم چندان خوبی نبود. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم مجبور میشن که سن 8 سالگی با کار آغاز بکنن که تا بتونن که اون مصارف زندگی خود تامین بکنن و به می جهت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از سن 8 سالگی به کارهای خردوریزی آغاز میکنن تا به سن نوجوانی که سن 12 سالگی هست و بالاخره کم کم در رابطه با مسائل اقتصادی و تجارت و خرید و فروش پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنایی پیدا میکنه و از همین جهت است که کاکایشان ابو طالب در سن 12 سالگی اینا را به طرف شام میخواه به خاطر تجارت ببره، اما در نیمه راه که یکی از راهبهایی که در رابطه با نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کتابهای آسمانی تورات انجیل اشارات و علامات شدیده بود، بالاخره در نیمه راه این راهب علامات نبوت و رسالت در پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشاهده کرده
ابو طالب مجبور میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به شام نبرند که تا مورد تجاوز و تعدی به واسطه یهودی ها قرار نگیره و از همین خاطر است که پیغمبر دوباره به مکه مکرمه برمیگرده و به کارهای تجارتی و خرید و فروش مشغول میشه تا وقت و زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سن جوانی میرسند و در سن جوانی هم یکی از خانم های بسیار صاحب رسوخه که در مکه مکرمه به نام خدیجه کبرا نامیده میشد و زن مالداری بود و زن بیوه بود که اولادهایی داشت و شوهرشان وفات کرده بود. بالاخره بر مال ازی هر کس وقتا تجارت میکرد و بالاخره پیغمبر که به سن جوانی رسیدن یک وقت و زمان یک دوره به مال خدیجه هم تجارت آغاز کردن و خدیجه رضی الله تعالی عنها قبل هم در رابطه با پیغمبر چیزهایی شنیده بودن و بالاخره زمانی که در مالشان تجارت کردن یکی از غلامهای خدیجه هم با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن که از اخلاق و از رویه و از صدق و امانت پیغمبر زمانی که به خدیجه الکبرا یادآوری میکنه. بالاخره خدیجه الکبرا که با وجود که سنشان تقریبا در حدود 40 سال بود و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقاضای ازدواج و نکاح میکنه و به خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگی با خدیجه الکبرا که سنشان تقریبا در حدود 40 سال بود، یعنی 15 سال از پیغمبر کلام بود، ازدواج میکنند و بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خدیجه الکبرا تا به وقتی که زنده بودن هیچ ازدواج دیگر نمیکنند. یعنی به این معنا که مدت 25 سال با خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سپری کردن و زمانی که سن پیغمبر به 50 سالگی میرسه و خدیجه الکبرا وفات میکنه، بعد از او باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ازواج مطهرات دیگر ازدواج میکنند و همه اولادهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم باقی مانده همش از خدیجه الکبرا میباشه. پس به خاطر زمانی که ما در خانواده پیغمبر صلی الله علیه و سلم نظر اندازی میکنیم، شک نیست که پیغمبر از جمله خصوصیاتی که داشتن اونا با تعداد زیادتر از 4 خانم اجازه داشتن که ازدواج بکنن و به خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم 13 مرتبه ازدواج کردن و 2 خانمشان در حیات زندگی طلاق دادن و 2 خانم در حیات زندگیشان وفات کردند و متواقی زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات میکردن 9 خانم در عصمتشان بود و از این 9 خانم پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها 4 دختر از ایشان باقی ماندند که فاطمه الزهرا می باشه، زینب می باشه، ام کلثوم می باشه و رقیه می باشه. اما اولاد ذکور پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قاسم از خدیجه الکبرا می باشه در حقیقت در خودسالی وفات میکنه و همچنان ابراهیم که از یکی ازواج مطهرات از یکی از ازواج مطهرات که از مصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایشان گرفته بودند، از ماریا رضی الله تعالی عنها ابراهیم تولد میشه ولیکن در خودسالی وفات میکنه. پس به این اساس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه با خدیجه الکبرا ازدواج میکنن و در سن 35 سالگی زمانی که میرسن خانه کعبه شریفه میخواین که قریش از سر آباد بکنن و نقش بسیار مهم را در آبادی خانه کعبه شریفه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایفا میکنن که در حقیقت ما گذاشتن سنگ حجر الاسود در جای و مکانش است و با یک کار از یک اختلاف بسیار شدید بین عرب ها پیغمبر جلوگیری میکنه. بالاخره در اواخر سنهای 40 سالگی که پیغمبر میرسه کم کم رغبت پیغمبر از دنیا کم شده میره و بالاخره رای عزلت و تنهایی و گوشه‌گیری را پیش میگیرن و به می خاطر در غار حرا رفته و چندین روز در اونجا به تفکر و تدبر مشغول میشدن تا بالاخره در یکی از روزها جبرائیل علیه السلام در غار حرا نازل شده و وحی سماوی را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرده و به این شکل پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نبوت و رسالت مبعوث میشن و بعد از اینکه پیغمبر به نبوت و رسالت مبعوث میشن دعوت خدا آغاز میکنن. در قدم اول پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت مخفی را آغاز میکنن که مدت تقریبا 3 سال در بر میگیره و بعد از اون دعوت آشکار میکنند و با آشکار کردن دعوت آزار و اذیت مشرکین به حد زیاد میشه و حتی یک مرتبه مسلمان ها به طرف حبشه هجرت میکنن و بعد از اون که دوباره از حبشه بر میکنن باز هم آزار و اذیت مشرکین
مشرکین به حد زیاد میشه که حتی جان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تهدید میکنن و بالاخره تصمیم میگیرند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بین ببرند و به می خاطر است که الله رب العزت برای ایشان اجازه میده که به طرف مدینه منوره که به نام یثرب نامیده میشد هجرت بکنند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یار وفادار خود ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به طرف مدینه منوره هجرت میکنند و بعد از 13 سال دوره بعثت که در مکه مکرمه باقی ماندند، مدت 10 سال دیگر در مدینه منوره باقی میمانند و بعد از مدت 10 سال که غزوات به حد زیاد را انجام میتن و رسالت و نبوت خود برای مردم میرسانند و دین اسلام کامل میشه، بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سال 11 هجری در ماه ربیع الاول وفات میکنند. یک شناخت مختصر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و به می خاطر است که دوره های دعوت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به 2 دوره اساسی که یکی دوره مکی میگیم و دیگر دوره مدنی میگیم یا حیات و زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به 2 دوره اساسی تقسیم میشه، البته بعد از بعثت که دوره مکی و دوره مدنی یاد میکنند. پس عهد مکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم 13 سال در بر میگیره و عهد مدنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم 10 سال در بر میگیره و بعد از مدت 11 سال در مدینه منوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات میکنند. اما در رابطه با اثبات نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلمی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پیغمبر و فرستاده الله جل جلاله می باشه، شک نیست که دلایل متعدد در این رابطه ما و شما داریم و این دلایل ما به 3 بخش تقسیم کردیم. دلیل اول نزول وحی سماوی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دلیل دوم معجزه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دلیل سوم هم اثبات نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خلال آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنان کتب سماوی سابقه که به نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشارت دادند. اما در رابطه با نزول وحی سماوی شک نیست که قبلا هم براتون بیان کردم که بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غار حرا میرند و در اونجا جبرئیل علیه السلام از طرف الله جل جلاله نازل شده و اولین آیات قرآن مجید که کلام الله رب العزت و وحی سماوی می باشه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میارن و با آوردن از این وحی سماوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نبوت و رسالت مبعوث میشن و به می خاطر است که چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبلا این تجربه را نداشتن و با نزول جبرئیل علیه السلام و نزول وحی سماوی دچار تشویش و اضطراب میشن و بسیار با ترس و لرز دوباره به خانه برمیگردن و زمانی که خدیجه الکبری حالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبینه پیش یکی از نزدیکایشان که در حقیقت با کتاب‌های سماوی سابقه آشنایی داشت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش از اونها میبره و اونا تماما علامات نبوت و رسالت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشاهده کرده و بالاخره برایشان بشارت میده که شما اما پیغمبر آخر الزمان هستین که الله رب العزت در کتاب‌های سماوی سابقه ذکر که پس نزول وحی سماوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به تواتر ثابت شده و برای ما رسیده، این خودش دلیل نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نباشه. گذشته از او یکی از راه‌های معرفت و شناخت با انبیاء علیهم السلام معجزه‌های انبیاء علیهم السلام بود و شک نیست که در رابطه با معجزه‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دست گذشته صحبت مفصل ما و شما کردیم، هم معجزه‌های حسی و هم معجزه‌های عقلی و معنوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردیم. از بزرگترین معجزه‌های جاودان و ابدی پیغمبر که قرآن مجید است و امروز با دسترس ما و شما قرار دارد. پس خود وجود قرآن مجید بهترین دلیل اثبات نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که پیغمبر با این کتاب سماوی نه تنها که عهد و زمان خود بلکه تمام انسانیت تا به قیامت چالش میته و با چالش میکشانه که اگر شما در رابطه با یک کتاب در شک و شبهه هستین پس مانند از این قرآن چیزی بیارین، پس ای که انسانیت نمیتونه که مانند قرآن چیزی بیاره، پس در حقیقت معجزه پیغمبر ثابت میشه. معجزه پیغمبر که ثابت شد
پس در حقیقت نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم ثابت میشه. گذشته از او دلایل متعدد ما در قرآن مجید داریم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما من حیث نبی و پیغمبر معرفی میکنه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسالتشان یک رسالت عالمی و جهانی بر ما معرفی میکنه، چنانچه در آیات متعدد قرآن مجید ما شما را مشاهده میکنیم و من حیث نمونه برخی از این آیات اشاره میکنیم. ببینیم محسنین ارجمند در این آیه کریمه که در سوره سبع آیه 28 الله رب العزت می فرماید که و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا، ما نفرستادیم تو را مگر برای تمام انسانیت بشارت دهنده و جنت و بیم دهنده از جهنم، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولیکن اکثریت انسان ها نمیدانند و درک نمیکنند. در این آیت دیگر که در سوره احزاب هم در آیت 40 ذکر شده، صراحتا نبوت و رسالت هر دوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما ثابت میشه که الله رب العزت میفرمه که ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدر هیچ یک از مردای شما نبوده، ولیکن بوده رسول الله، فرستاده الله و خاتم النبیین و آخرین انبیا، و کان الله بكل شیء علیما، و الله رب العزت به هر چیز دانا می باشه. پس به این اساس این آیات در حقیقت اثبات نبوت رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خلال آیات قرآن مجید می باشه. اما در رابطه با اثبات نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خلال سنت مطهره، بهترین دلیل در حقیقت کلمه شهادت و کلمه طیبه هست که هر زمانی که یک انسان به دین مقدس اسلام مشرف میشد، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلمه شهادت برای از او میخوان و کلمه شهادت در حقیقت اثبات نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. چنانچه ما شما میگیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و شهادت و گواهی میتونم که محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده الله هست. و به این شکل در کتب سماوی سابقه که تورات و انجیل و زبور می باشه که اگرچه کتابات دست هم خوردن، ولیکن با وجود از یه هم برخی از اشارات در رابطه با نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وجود داشته که ما شما صراحتا در واقعه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با راهبه هایی که در سن 12 سالگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشاهده کرده بودند و همچنان راهب دیگری که در حین نزول وحی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشارت داده بودند، در کتب سماوی سابقه هم تماما علامات و اشارات نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده، با وجودی که در این کتاب ها تحریف صورت گرفته، ولیکن با وجود از این هم علامات و اشارات نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وجود داره. اما بر علاوه از این قرآن مجید ما و شما را خبر میده که انبیاء علیهم السلام که قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، اونا به نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قوم خود بشارت دادن و قرآن مجید ایره برای ما بیان میکنه که در کتابهای سابقه وصف پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت کامل و دقیق ذکر شده بود که هیچ آن کسانی که به کتابهای سماوی سابقه ایمان داشتن و برایشان نازل شده بود در رابطه با نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شک و شبهه نداشتند. چنانچه ما در سوره صف آیت 6 مشاهده میکنیم در رابطه با عیسی علیه السلام که الله رب العزت میفرماید که و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، عیسی علیه السلام برای قوم خود گفت که ما فرستاده الله به سوی شما هستم، مصدقا لما بین یدی من التورات، تصدیق کننده در رابطه با آن چیزی که از تورات وجود داره، و مبشرا و بشارت دهنده به رسول، به یک فرستاده یأتی که میآید من بعد از ما
اسمه احمد که نام از او احمد می باشه. و همه ما شما می دانیم که عیسی علیه السلام آخرین سلسله انبیای بنی اسرائیل بودن و بعد از عیسی علیه السلام تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیگه کدام نبی و رسول فرستادن نشده. و در اینجا عیسی علیه السلام صراحتا برای قوم خود بنی اسرائیل میگه که ما شما را بشارت میتونم با یک فرستاده که بعد از ما میآید و نام از او هم احمد می باشه. پس به این اساس در کتب سابقه هم نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده که در رابطه با ثبوت نبوتشان هیچ گونه جای شک و شبهه باقی نمیمانه. پس به این اساس برای ما معلوم شد که اثبات نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دلایل قطعی و یقینی و متواتر صورت گرفته که انکار از او کفر می باشه و هر کسی که بعد از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نبوت و رسالتشان ایمان نمیاره و یا نبوت و رسالتشان قبول نمیکنه بعد از این دلایل قطعی او کافر گفته میشه و متوجه باشین که مخلدون فی النار هست ولو که به هر دین و ولو که به هر آیین باشه. اما در رابطه با ویژگی و برتریت رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سایر انبیا علیهم السلام شک نیست که ما در رابطه با رسالت و نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک سلسله ویژگی های را مشاهده میکنیم که ویژگی ها برخش در قرآن مجید و برخش هم در احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده که در حقیقت ویژگی ها یک نوعی از برتریت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به سایر انبیا برای ما نشان میدن و به می جهت علما برای ما میگن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حیث زمانه اگرچه آخرین انبیا هستند ولیکن از حیث درجه و مرتبه مافوق همه انبیاء علیهم السلام می باشد. از جمله خصوصیت های نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی هم عمومیت رسالتشان می باشد. و چی معنا؟ یعنی به این معنا که در انبیایی که قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن زمانی که ما نظر اندازی می کردیم انبیای قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به قبیله خاصه بر یک قوم خاصه بر یک زمان خاص فرستاده می شدند و به می خاطر رسالتشان عمومیت نداشت، برخلاف رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که زمانی که فرستاده میشن برای تمام بشریت فرستاده میشد، چنانچه آیه کریمه را قبلا ما شما تلاوت کردیم و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا، ما تو را نفرستادیم مگر برای تمام انسان ها که بشارت دهنده و بیم دهنده باشی. برخلاف عیسی علیه السلام که آیت کریمه را پیشتر ما شما تلاوت کردیم که عیسی علیه السلام برای قوم خود میگن که و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، یعنی به این معنی که ما فرستاده شما، فرستاده الله به طرف شما هستم، یعنی به این معنی که نبوت و رسالت ما خاص برای شما بنی اسرائیل است. پس این عمومیت رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جمله ویژگی های نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که ما به دیگر انبیاء علیهم السلام را پیدا کرده نمیتونیم. عمومیت رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم از حیث زمان هست و هم از حیث مکان می باشه، یعنی به این معنی که هم رسالتشان از حیث زمان عمومیت داره، یعنی به این معنی که تا به قیامت نبوت و رسالتشان ادامه داره، و هم از حیث مکان یعنی در هر جای زمین هر انسانی که باشه رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای از او لازم و ضروری است که باید قبول بکنه. اما شمولیت رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شک نیست که دین مقدس اسلام دین تمام انبیاء علیهم السلام است و هر نبی و پیغمبر در رابطه با تکمیل از این دین سهیم بودن. اما زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاده میشن و با فرستادنشان دین مقدس اسلام تکمیل و دروازه نبوت و رسالت دیگه بسته میشه، پس به این خاطر دین مقدس اسلام که با بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکمیل میشه شامل تمام عرصه های حیات و زندگی انسان میشه و به جهت است که الله جل جلاله میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی به این معنی که من امروز دین برای شما تکمیل کردم و نعمت خدا به اتمام رساندم و اسلام من حیث یک دین برای شما قبول کردم.
خصوصیت و ویژگی و برتریت دیگر رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یکی همین است که قبلا هم ما یادآور شدیم. رسالت پیغمبر پایان همه رساله های سماوی می باشه، یعنی به این معنی که ختم نبوت با بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده و به می خاطر هر زمانی که ما از نبوت و رسالت پیغمبر صحبت میکنیم بس مسئله ختم نبوت هم مطرح میشه. یعنی به این معنی که هر نبی و پیغمبری که فرستاده میشد قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نبی و پیغمبر بعد از خود بشارت میداد، اما زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاده شدند برای ما ایره بیان کردند که ما آخرین انبیا هستم و بعد از ما دیگه کدام نبی و پیغمبر نمیاد. یعنی به این معنی که به بعثت سلسله بعثت انبیا علیهم السلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم مهر پایان زده و بعد از ایشان دیگه کدام نبی و پیغمبر نمیآید. شک نیست که عمومیت رسالت و شمولیت و همچنان پایان همه رساله ها از جمله چیزهایی هست که در آیات قرآن مجید برای ما ذکر شده، چنانچه آیات براتون بیان کردن که ولکن رسول الله و خاتم النبیین، اما نصرت به مسافه یک مارا و یا زمین که همه مسجد برای او هست و مشروعیت استفاده از غنایم و شفاعت عظما از جمله خصوصیت ها، ویژگی ها و برتریت های هستند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم صراحتا در احادیث متبرکه خود اینا برای ما بیان کردند که ما به سایر انبیا علیهم السلام به برخی از چیزها برتریت داده شدیم که این چیزها برای انبیای قبل از ما داده نشده بود و این چیز برای ما داده شده و از جمله از اون چیزها هم یکی نسبت به مسافه یک ماه هست. یعنی به چی معنی؟ یعنی به این معنی که بین پیغمبر و بین دشمن که یک ماه مسافه راه می بود، از قدر دور دشمن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم می ترسیدن و در رعب و در خوف و در ترس می بودن. یعنی مفروض است که انسان زمانی که در میدان جنگ با هم مقابل میشن و زمانی که ما سپاه دشمن مشاهده میکنیم و شاید ما از در سپاه دشمن به ترس و خوف شدیم، ولیکن ویژگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بود که قبل از اینکه سپاه با هم روبرو شوند یک ماه مسافه را که انسان راه بزنه، از قدر مسافه را دشمن با شنیدن نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ترس و در رعب میفتاد و یکی از او بهترین مثال های از او را ما در یکی از غزوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشاهده میکنیم که در غزوه غالبا غزوه تبوک بود فکر میکنم که در این غزوه در مسافه یک ماه را بیشتر دشمن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترسیده و زمانی که پیغمبر به خاطر تعقیب دشمن میرد، دشمن قبل از اونجا چی میکنه؟ فرار میکنه. زمین برای پیغمبر همه مسجد شده و زمین برای پیغمبر طهارت شده. شک نیست که از جمله فرایض اساسی که در دین مقدس اسلام و شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شما مشاهده میکنیم، یکی هم مسئله نماز می باشه و دو چیزی که ما در نماز داریم، یکی مسئله وضو و طهارت میشه و یکی هم انجام دادن نماز می باشه. پس به می خاطر از جمله فضیلت و برتریت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شد که در هر جای زمین که انسان مؤمن و مسلمان وقت نماز فرا میرسه میتونه که در اونجا نماز خود بتونه و میتونه رو سجدگاه خود قرار ده و الله رب العزت سجده بکنه و حتی اگر آب پیدا نکرد از زمین من حیث خاک میتونه که تیمم بکنه و نماز خود انجام بده و احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را برای ما بیان میکنه. مشروعیت استفاده از غنایم. غنایم چی را میگن؟ غنایم در حقیقت اموالی هست که بعد از اینکه به خاطر دعوت و ارشاد دین الله رب العزت ما مبارزه میکنیم و دشمن شکست میخوره و اموال از اونها برای لشکر اسلام تعلق میگیره، این به نام غنیمت یاد میکنن. در شریعت های سابقه مسلمان ها که در شریعت های سابقه بودن از اموال کسانی که در مقابل اسلام جنگیده بودن حق استفاده را نداشتند، اما حق استفاده از غنایم در شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مشروع شده. چنانچه الله رب العزت در آیات قرآن مجید در رابطه با استفاده از غنایم برای ما شما می فرمایند. چنانچه الله رب العزت در یه آیه سوره انفال که آیه 69 می باشه مشروعیت استفاده از غنایم برای مسلمان ها بیان میکنه و می فرماید که فکلوا مما
غنیمتم پس بخورین از آن چیزی که باید غنیمت گرفتین حلالا طیبا، حلال و پاکیزه. واتقوا الله ان الله غفور رحیم، از الله بترسین و الله در حقیقت بخشاینده و مهربان می باشه. پس به این اساس استفاده از غنیمت ها یکی از ویژگی های نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که در امت های گذشته این چیز برایشان مشروع نبود. از جمله خصوصیت های دیگر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که هم از جمله ویژگی های نبوت و رسالت و شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشه، یکی هم شفاعت عظما هست. شفاعت عظما چی را میگن محصلین ارجمند؟ شفاعت عظما در حقیقت شفاعت از جمله چیزهایی هست که در روز قیامت صورت میگیره و به اذن الله جل جلاله انسان ها یکی از دیگر شفاعت میکنن و حتی ملائکه هم میتونن که از برخی کسا شفاعت بکنن و حتی برخی اعمال هم از انسان شفاعت میکنن، مانند روزه، مانند قرآن کریم، این چیزها هم از انسان در روز قیامت شفاعت میکنه. ولیکن یک نوعی از شفاعت به نام شفاعت عظما یاد میکنه و این شفاعت عظما شفاعت هست که تنها برای یک شخص در روز قیامت داده میشه و دیگر کس حق از شفاعت نداره و او در حقیقت همون شفاعت هست که در میدان حشر در رابطه با تمام انسان ها صورت میگیره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدان حشر برای ما و شما ترسیم کرده و مشکلات انسان ها را در او بیان میکنه و بالاخره برای ما بیان میکنه که انسان ها از دستی که در میدان حشر و عذابش به سطوح میآیند بالاخره پیش هر یک نبی و پیغمبر رفته از آدم علیه السلام آغاز میکنن که تا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسن و هر نبی و پیغمبر بغیر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم عذر خود پیش میکنن و میگن که امروز الله رب العزت آنقدر غضب هست که نه قبل از او و نه بعد از او به این قسم غضب نبوده. پس به این خاطر ما نمیتونیم که به حضور پروردگار عالم شفاعت کنیم که تا مردم از این حالت و از این موقف نجات بده. یگانه کسی که در این موقف میخیزه و به الله جل جلاله دعا میکنه و شفاعت تمام انسان ها را در خلاصی از موقف حشر شفاعتش مورد قبول قرار میگیره نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است. و بعد از اینکه مردم پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم میآیند و میگن که تو میبینی که ما با چه حالت هستیم، از خداوند جل جلاله بطلب که ما را از این حالت نجات بده. اینجاست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در میدان حشر میخیزن و به زیر عرش الهی به سجده میفتن و حمد و ثنای پروردگار عالم میگن تا بالاخره الله رب العزت برای پیغمبر خطاب میکنه و میفرماید که یا محمد صلی الله علیه و سلم سرت بالا کو، بخوای آن چیزی که میخوایی و شفاعت کو آن چیزی که شفاعت میکنی. و اینا در حقیقت به نام شفاعت عظما یاد میکنن. و این شفاعت عظما چرا برای پیغمبر خاص شد؟ به جهت از اینکه شفاعت در روز قیامت تنها برای یک انسان داده میشه که در حقیقت مقام محمود و یا مقام وسیله هست که ما در هر دعای اذان او را از الله جل جلاله میخواهیم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را گفتن که برای ما این مقام مطالبه بکنین از الله جل جلاله و هر کسی که مقام از الله جل جلاله برای ما بخواهد شفاعت ما برای از او لازم میشه. پس به می خاطر است که در دعای اذان زمانی که ما میگیم که اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت. و اینمی مقام محمود و اینمی وسیله که ما به پیغمبر میخواییم در حقیقت همی شفاعت عظمایی میباشه که ما در رابطه با او صحبت کردیم. پس به این اساس بعد از اینکه یک معرفت و شناخت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاصل کردیم و دلایل اثبات نبوت و رسالتشان گفتیم و همچنان در رابطه با معجزه هایشان در درس گذشته ما شما صحبت کرده بودیم و بعد از در رابطه با یک سلسله ویژگی های خاص نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحبت صورت گرفت. از جمله موضوعات اساسی که در نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مورد بحث قرار میگیره که هم موضوع ختم نبوت می باشه. ختم نبوت چی میگن محصلین ارجمند؟ در حقیقت اگر ما نظر اندازی بکنیم هدف از ختم نبوتی است که یک انسان مؤمن و مسلمانی که به نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان داره و به انبیاء علیهم السلام ایمان می داشته باشه
ایمان ما به نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقاضا میکنه که انتا ما به ختم نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم ایمان و عقیده داشته باشیم، یعنی به یقین کامل بکنیم که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگر نبی و رسول فرستادن نمیشه. با بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دروازه نبوت و دروازه رسالت تا به قیامت بند شدن و پروردگار عالم دیگه کدام نبی و رسول نمی فرسته و یه جز ایمان ما به انبیاء علیهم السلام می باشه و هر کسی که ختم نبوت قبول نمی کنه شک نیست که از دایره اسلام خارج است. خب مفهوم ختم چی معنی داره؟ متوجه باشیم محسنین نرجمند که ختم که در حقیقت یک کلمه عربی می باشه هم به فتحه آمده که ختم گفته میشه و هم به کسره آمده که ختم گفته میشه. ختم و ختم و شک نیست در معنای هر دوی از این فرق وجود داره. چون زمانی که ما ختم میگیم، ختم یعنی به پایان رسیدن یک چیز میگه، مثل که ما میگیم چیز ما ختم کردیم یعنی به پایان رسانیدیم. اما زمانی که ما ختم میگیم به کسر خا، باز این به معنای مهر میآیه. مهر یعنی چیزی که ما یک چیز مهر میکنیم، در زبان عربی مهر به معنای ختم میگن. اگر ما در حیات زندگی روزمره خود نظر اندازی بکنیم، به طور مثال اگر ما یک اجراعات داشته باشیم در پانتون، یعنی به ایمان که ما پانتون خلاص کردیم و ترانسکریپت نمرات خود میخوایم که از پانتون بگیریم، پس متوجه باشین که بعد از اینکه ما سلسله اجراعات ترانسکریپت و یا شهادت نامه را در پانتون و یا پانزه پیش میبریم، آخرین مرحله اما مرحله مهر است که مهر زده میشه. پس از زمانی که مهر در ترانسکریپت و یا در شهادت نامه ما زده میشه، یعنی به ایمانا که ایمانا را میته که اینمی مهر در حقیقت نمایانگر پایان اجراعات ترانسکریپت و شهادت نامه می باشه و اینمی مهر در حقیقت خودش تصدیق کننده تمام آن چیز هست که در ترانسکریپت و یا در شهادت نامه ذکر شده. پس زمانی که ما مسئله ختم و یا ختم در رابطه با نبوت بیان میکنیم، پس متوجه باشین که اگر ما از کلمه ختم بگیریم، یعنی به این معنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پایان تمام نبوت ها و رسالت های سماوی بوده. اما زمانی که اگر ما از کلمه ختم بگیریم، یعنی به این معنی که با بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سلسله نبوت و رسالت مهر گذاشته شده. مهر به چی معنی؟ یعنی به این معنی که با فرستادن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در حقیقت مهر و یا ختم نبوت با ایشان ایجاد میشه، در قدم اول ما تصدیق تمام انبیاء علیهم السلام که قبل از پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این سلسله فرستاده شدن همشان ما تصدیق میکنیم و با این مهر و یا ختمی که در نبوت زده میشه به یقین کامل میکنیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخرین نبی و پیغمبر هست و بعد از ایشان دیگه هیچ نبی و پیغمبر فرستاده نمیشه. خب شک نیست که زمانی که ما در رابطه با ختم نبوت صحبت میکنیم، ختم نبوت چیزی نیست که ما از دل خود بگوییم، بلکه ما اینا مستدل به آیات قرآن مجید و حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اجماع امت و حتی اگر عقلا هم ما اینا بررسی بکنیم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخرین انبیا می باشه. اما در رابطه با آیات قرآن مجید شک نیست که آیات متعددی در قرآن مجید برای ما شما بیانگر از این هستند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخرین انبیا هست. برخی از این آیات صریح می باشه و برخی از این آیات کنایتا برای ما ایره بیان میکنن که دیگه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدام نبی و رسول دیگر نمی آید. در این آیت 40 سوره احزاب صراحتا قرآن مجید برای ما بیان میکنه که ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیچ وقت پدر یک از مردهای شما نبوده، ولکن رسول الله، ولیکن فرستاده الله است، و خاتم النبیین و خاتم تمام انبیاء علیهم السلام می باشه. و متوجه باشین محسنین ترجمان که کلمه خاتم قرائت دیگهش خاتم النبیین، خاتم النبیین که هم از کلمه ختم گرفته شده و هم از کلمه ختم گرفته شده و این آیت در رابطه با ختم نبوت آیت صریح در قرآن مجید است که انکار ازی در حقیقت انسان در دایره کفر داخل میکنه.
در این آیه کریمه که در سوره مائده در آیه 30 ذکر شده، این آیه هم کنایتا دلالت به ختم نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میکنه که الله جل جلاله میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم، ما امروز دین برای شما تکمیل کردیم و اتممت علیکم نعمتی و نعمت خدا برای شما به اتمام رساندیم و رضیت لکم الاسلام دینا و اسلام من حیث دین برای شما پسندیدیم. پس کامل شدن دین این در حقیقت خودش به ختم نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنه که با بعثتشان دروازه نبوت و رسالت بند میشه. اما در رابطه با ختم نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلیلش از سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شک نیست که ما دلایل متعدد در احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم داریم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم صراحتا بر ما بیان کردند که انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، من آخرین انبیاء علیهم السلام هستم و هیچ نبی و پیغمبر بعد از من نمیآید. و همچنان این مسئله ختم نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک مثال مادی و حسی مجسم هم برای ما بیان میکنن که تا برای ما نشان بدن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخرین انبیاء علیهم السلام هست. در یک حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مثلی و مثل الانبیاء كمثل رجل بنى دارا فاکملها و احسنها الا موضع لبنة فكان من دخلها قال ما احسنها الا موضع اللبنة ختم بی الانبیاء علیهم السلام. در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که مثال ما و مثال انبیایی که قبل از ما فرستاده شده بودند مثال مانند یک تعمیر بسیار مجلل هست که در این تعمیر صرف یک خشت کمبودی هست و مردم که به اطراف از این تعمیر مجلل دور میخورند میگن چقدر تعمیر زیبا هست، ای کاش کمی یک خشت از این هم وجود می داشت که تا امی زیبایی از این به کمالش می رسید. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که من امی خشت هستم که تعمیر تکمیل میکنم و ما آخرین انبیا هستم و بعد از ما کدام نبی دیگر نمی آید. اما دلایل اجماع امت شک نیست که اجماع امت همگی به این اتفاق نظر دارن. البته امت پیغمبر اجماع یکی از مصادر سوم در مصادر اسلام می باشد. همه اتفاق نظر دارن، مفسرین، محدثین، فقهای کرام که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخرین نبی و پیغمبر هستند و بعد از ایشان هیچ نبی و پیغمبر دیگر فرستاده نمیشه. اما اگر ما سلسله ختم نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دیدگاه دلایل عقلی هم بررسی بکنیم، عقلا هم برای ما معلوم میشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخرین انبیا باید باشد. به جهت از اینکه اگر ما علت و یا هدف بعثت انبیاء علیهم السلام در امتهای گذشته مورد بحث قرار بدیم، هیچ یک از این علل در نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وجود پیدا نمیکنه. به طور مثال در امتهای گذشته یک نبی و پیغمبر به یک وقت و زمان معین فرستاده میشد و یا به یک قوم معین فرستاده میشد. پس هر زمانی که نبی و پیغمبر من حیث انسان وفات میکرد پس ضرورت پیدا میشد که تا نبی و پیغمبر دیگر فرستاده شود، یا ای که کتابهایی که برای انبیاء علیهم السلام قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده میشد، یا ای کتابها دستخور تحریف میشدن و مردم را تحریف میکردن و بالاخره راه هدایت و فلاح و رستگاری از مردم دور میشد. تمام از علت ها را اگر ما در نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشاهده بکنیم، همه از این علت ها منتفی می باشه. یعنی به این معنی که نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک نبوت عام هست، یعنی برای تمام انسانیت هست. قسمی که بیان کردیم تمام انسانیت از حیث زمان و از حیث مکان در بر میگیره. پس مادام که نبوت و رسالتشان برای تمام انسانیت است از حیث زمان و از حیث مکان، پس با بعثتشان دیگر کدام ضرورت بر نبی و رسول دیگر نمی باشه. و دوم ای که آن چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جانب الله جل جلاله آورده تا به امروز محفوظ است و کوچکترین تحریف و تغییر در رونما نشده. یعنی اگر یک نبی و پیغمبر جدید به فرض مثال اگر فرستاده شود، خب زیادتر از این قرآنی که به دسترس ما دیگه زیادتر چی میاره برای ما؟
پس تمام آن چیزی که الله جل جلاله از ما تقاضا میکنه من حیث انسان در قرآن مجید ذکر و قرآن مجید و مسجگی و پازگیزیش در بین ما و شما وجود داره، تحریف نشده، تغییر نخورده. پس به این خاطر به نبی و رسول دیگری حاجت پیدا نمیشه. پس دلایل عقلی هم دلالت به این میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید آخر انبیا باشه و بعد از ایشان دیگه کدام نبی و رسول فرستاده نمیشه، به جهت از اینکه اصلا ضرورت به نبی و پیغمبر دیگری احساس نمیشه. ولیکن با وجود از این هم که دلایل روشن و صریح ما در قرآن مجید و احادیث متبرک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داریم و اگر عقل خدا هم به کار بیاندازیم، باز هم عقل سلیم انسان در پرتو آیات و احادیث را حکم میکنه که پیغمبر آخرین انبیا هستند و بعد از ایشان به کدام نبی و رسول دیگر ضرورت و نیاز احساس نمیشه. ولیکن با وجود از این هم ما برخی کسایی داریم که اونا منکرین ختم نبوت می باشن، یعنی به این معنی که خود مسلمان میگیرن و قرآن عقیده دارن، با کعبه نماز میخوانن، ولیکن منکر ختم نبوت می باشن. و با کمال تأسف بگیریم که گروه هایی که منکر ختم نبوت هستند به نام گروه های قادیانیه و یا احمدیه نامیده میشن که اینا در حقیقت به ختم نبوت و رسالت عقیده‌مند نیستند، بلکه آن کسی که مؤسس از این فرقه بود که به نام قادیانی نامیده میشد و قادیان نام یک جای در هندوستان و شخصی که به نام احمد از قادیان بود او خیس و دعوای نبوت کرد و ختم نبوت انکار کرد و دلایلی که در رابطه با ختم نبوت در قرآن مجید و در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود را مطابق میل خود تعویل کرد. پس به این خاطر فرقه احمدیه و یا قادیانه احمدیه این نسبت به مؤسسشان است که به نام احمد نامیده میشد و این دعوای نبوت و رسالت کرد، و قادیانیه این به این خاطر میگن که قادیان هم جایی بود که احمد در اونجا نسبت داده میشد. پس به این خاطر این منکرین ختم نبوت هنوز هم در بین امت وجود دارند و حکم از اینها متوجه باشین که اینا از دایره اسلام خارج هستند. اینا کسان هستند که هیچ وقت اسلام اونا را جای نمیده، به جهت از اینکه یکی از مسائل اساسی را در عقاید اسلامی ما شما که در حقیقت ایمان داشتن به ختم نبوت است اونا انکار میکنن و با انکارشان از ختم نبوت اونا از دایره اسلام خارج میباشند. و با کمال تأسف بگویم که هنوز هم ما شما وقتاً برخی کسایی را میشنویم که اونا با وجود که نبوت و رسالت دروازهش بند شده هنوز هم میخیزن و دعوای نبوت میکنن، دعوای رسالت میکنن. و چند وقت پیش ما شما شاهد از این چیزا در افغانستان خود بودیم، در کشورهای دیگر بودیم و حتی در عهد و زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم کسایی بودن که دعوای نبوت و رسالت کردن و بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم کسایی بودن که دعوای نبوت و رسالت کردن و حتی برخی زنها خیستن دعوای نبوت و رسالت کردن که همه از این چیزها باطل می باشد و به فرض محال اگر کسی دعوای نبوت میکنه پس ما او انسان باطل و دروغگوی میدانیم، به جهت از اینکه با دلایل قطعی برای ما شما ثابت شده که هیچ نبی و پیغمبر بعد از پیغمبر فرستادن نمیشه. پس به این خاطر هیچ وقت زمانی که یک انسان دجال دروغگوی میخیزه و دعوای نبوت و رسالت میکنه و ما خود میفهمیم که دروغگوی هست و به جهت از اینکه دروغ عزیز ثابت بکنیم تو برمان معجزه نشان بدی. حتی ما مطالبه معجزه را هم از او نمیکنیم. چرا؟ اگر ما مطالبه معجزه را از او کردیم یعنی به این معنی که ما در نبوت از او در شک هستیم دیگه، در شک هستیم. نه، یک کسی که دعوای نبوت و رسالت میکنه زمین اساس او را ما باطل میدانیم و بدون از اینکه ما او را بگیم که تو برای ما معجزه و اصلا معجزه نشان داده نمیتونه. پس همین که ما میگیم تو معجزه نشان بده یعنی به این معنی که ما در نبوت از او در شک هستیم که شاید معجزه نشان بده و بالاخره نبوت از او ثابت بشه، در حالی که این چیز محال است و این چیز غیر ممکن میباشه با دلایل صریح قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ختم نبوت برای ما شما بیان میکنه. این بود درس ما در رابطه با نبوت خاصه، در رابطه با شناخت و معرفت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ولادتشان تا با وفاتشان صحبت مختصر صورت گرفت و بعد از در رابطه با دلایل نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خلال نزول وحی سماوی، از خلال معجزه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم و از خلال دلایل از قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دلایلی که در کتب سابقه بود ما نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت کردیم و شک نیست که
نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ویژگی های خاص خود نسبت به دیگر انبیا علیهم السلام داشتن، عمومیت رسالتشان، شمولیت رسالتشان، ختم نبوتشان و ای که تمام زمین برایشان مسجد بود، شفاعت عظما و غیره چیزها از جمله ویژگی های نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و همچنان در رابطه با ختم نبوت و دلایل از آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحبت مفصل کردیم و اینا هم بیان کردیم که منکرین ختم نبوت اونا کافر هستند، از دایره اسلام خارج هستند، به جهت از اینکه یکی از مسائل اساسی عقیده اسلامی را که با آیات صریح قرآن مجید ثابت شده اونا را انکار میکنن. این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که چیز استفاده کرده باشین. شما را به الله واحد و یگانه میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.